همه، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. من زینب نیکو هستم، UI UX دیزاینر. موضوع ویدیو این هفتهمون چیزی نیست جز این که چطوری به عنوان یک طراح UI UX وارد بازار کار بشیم و بتونیم کار پیدا بکنیم. سوالای خیلی پرتکراری که از من پرسیده میشه، چه حالا توی جمع دوستان، چه از طریق پیامایی که میگیرم، کامنتایی که میذارید و حالا دایرکت های پیج، اینه که خب بگو ما چه شکلی وارد بازار کار بشیم یا اصلا چه شکلی UI UX دیزاینر بشیم. این ویدیو در مورد اون سوالایی که از من میپرسیده و دارم فرآیند کاملش رو بهتون توضیح میدم که چه شکلی از صفر بتونید UI UX یاد بگیرید و حالا وارد بازار کار بشید. گام اول برای ورود به بازار کار به عنوان یک طراح UI و UX اینه که خب شما مهارت‌های یک طراح UI و UX رو داشته باشید و بلد باشید چه شکلی کار بکنید. به دو روش میتونید UI UX یاد بگیرید، یا اینکه دوره پیدا بکنید و اونجا شرکت بکنید و حالا طبق سرفصل‌های دوره و طبق اساتید پیش برید. دومین کاری که میتونید انجام بدید سلف استادیه. نظر شخصی من روی این سلف استادی کردنه، چون فکر میکنم حالا با توجه به اینکه ما یوتیوب داریم، این همه در واقع منابع مختلفی داریم که میتونیم به یه عالمه کورس رایگان و آنلاین دست پیدا بکنیم و بتونیم با استفاده از اون کلی مهارت یاد بگیریم. ترجیح من سلف استادیه، ولی خب بعضی وقتا یه سری هستن که کلا راحت‌ترن که با یه دوره پیش برن. هر کدوم از این روش‌ها رو بسته به نوع خودتون، مدل خودتون انتخاب کنید و سعی کنید تا آخرش رو برید و اون چیزی که لازمه رو یاد بگیرید که بتونید یه پروژه خوب رو انجام بدید. و حالا توی این در واقع پروسه یادگیری یه سری چیزا میتونه خیلی کمک بکنه. مثلا یک سری چالش‌های 100 روزه‌ای هستش، هم برای UI و هم برای UX که با انجام دادن اون چالش شما یاد میگیرید که در واقع چه شکلی باید کار بکنید، کار و ابزارتون خیلی بهتر میشه، سرعتتون میره بالاتر و کلا چالش‌های خیلی مفیدی هستن. منم انجام دادم و واقعا جزء کارهای خیلی خوبی بوده که واسه یادگیری خودم انجام دادم. دومین چیزی که این وسط بهتون کمک میکنه منتورینگه. اینکه یک نفر باشه که از شما بهتر باشه، اون مسیر رو رفته باشه و حالا توی این مسیر بیاد به شما کمک بکنه که چه کارهایی انجام بدید، کجای کار شما غلطه، کار شما رو اصلاح بکنه. اون منتور میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. و حالا در حین این فرآیند یادگیری هم که دارید که من حالا تایم دقیقش رو نمیتونم بهتون بگم چون بسته به هر کس متفاوته، توی این تایمی که دارید میتونید لینکدینتون رو خیلی فعال بکنید، میتونید شبکه سازی بکنید، حالا از طریق سوشال‌های مختلف بتونید به آدم‌هایی که کارشون در واقع این هست آشنا بشید و حالا شبکه سازی خیلی میتونه هم توی پیدا کردن کار بهتون کمک بکنه و هم این که شما دوستایی دارید که علاقه کاریشون با علاقه کاری شما یکیه و میتونید کلی ازشون سوال بپرسید و یاد بگیرید. گام دوم درست کردن رزومه و پورتفولیو هست. فرض می‌کنید که شما یه دوره انتخاب کردین، تا انتها رفتید و حالا حس می‌کنید که آمادگی لازم رو دارید برای اینکه بتونید یه پروژه بگیرید و جای کار کنید. برای رزومه درست کردن حتما سرچ بکنید، یه عالمه مقاله، سایت خوب هست که به شما یه سری قالب آماده میده و حالا اونجا میتونید انتخاب بکنید یکیشو و رزومه خودتون رو بنویسید. دومین مسئله که برای ما خیلی مهمه پورتفولیو هستش. ما دیزاینرها وقتی بخوایم استخدام بشیم حتما باید پورتفولیو داشته باشیم، چون یک نفر صرفا با خوندن رزومه شما نمیتونه بفهمه که کیفیت کار شما چه شکلیه، سبک کاری شما چه شکلیه. شما حتما باید پورتفولیو و نمونه کار بهش نشون بدید. حالا نمونه کار مثلا برای کسایی که کار کردن بیشتر پروژه هاشون رو میذارن، ولی وقتی ما اصلا کار نکردیم، جایی و سابقه کار نداریم، باید بریم کیس استادی بنویسیم و طرح کانسپتمون رو اونجا بذاریم. اگر میتونید حالا مثلا 2 تا 3 تا کیس استادی خیلی خوب بنویسید، شانس استخدام شدنتون و حالا گرفتن اون فرصت شغلی برای شما خیلی بالا میره. کیس استادی هم اگر سرچ بکنید توی اینترنت کلی سایت خوب میاره که حالا راهنما هستن. اگر دوست دارید که یه ویدیو جدا در موردش بگیریم و صحبت بکنیم، برام بنویسید که حتما در مورد کیس استادی یه ویدیو جامع بگیریم و صحبت بکنیم. پس کیس استادی رو فراموش نکنید. گام سوم اینه که فکر کنید الان شما کامل بلدید یا UX رو یا عالمه کیس استادی. حالا که عالمه نه، 3-4 تا کیس استادی خوب دارید، بعد میخواین اپلای بکنید واسه موقعیت‌های شغلی مختلف. وقتی که هیچ سابقه کاری ندارید،
سابقه کاری مرتبط مخصوصا ندارید و حالا مثلا تازه فارغ التحصیل شدین، بهتر دنبال موقعیت‌های کارآموزی بگردید. شانس استخدام شدنتون به عنوان یک کارآموز بیشتره و همین که شما حالا یه سری مثلا موارد و اینا رو توی دوره‌ها یاد گرفتید. استفاده کردن از این تکنیک‌ها خیلی مهمه که وقتی که شما یه جای کارآموز باشید و یه نفر اونجا باشه که از شما بهتره و حالا کلی تجربه داره، میتونه خیلی به شما کمک بکنه که اون مواردی که یاد گرفتین قشنگ براتون جا بیفته و اینکه بتونید ازش درست استفاده کنید. کلا کارآموزی خیلی میتونه مفید باشه. یه سری سایت هستن مثل جاب اینجا، مثل جاب ویژن، مثل ایران تالنت. اینا رو باز کنید و دنبال موقعیت کارآموزی یو آی یو ایکس بگردید. یک سری سایت هم هستن مثل حالا کارلنسر و اینا که من حالا اونوری خیلی اطلاعات ندارم. میتونید به صورت فریلنسری بگردین و حالا اونجا یه سری پروژه پیدا بکنید و اون پروژه رو هم اد بکنید حتما به پورتفولیوتون که بگید مثلا این پروژه رو انجام بدید. از اون طریق هم میتونید به صورت فریلنسری کار پیدا کنید. ولی پیشنهاد من کارآموزی رفتن. خب حالا فرض می‌کنیم یکی از این شرکتایی که شما واسهشون اپلای کردید برای کارآموزی به شما زنگ میزنن که برین مصاحبه. مصاحبه ها معمولا دو بخش دارن، یه بخش فنی، یه بخش منابع انسانی که یا جدا جدا برگزار میشه، در مواردی هم جفتشون با هم توی یک روز انجام میشه. مصاحبه فنی اینطوریه که یه سری مواردی که مربوط به شغل ما هست رو از ما میپرسن. مثلا از شما میپرسن فرآیند طراحی یک سایت مثلا فروشگاهی رو به ما بگو، یا مثلا گام‌های مختلفی که برای دیزاین یک صفحه یا برای ریدیزاین یک صفحه انجام میدی به من بگو، یا مثلا این محصول رو در نظر بگیر و بگو که کدوم یک از پرینسیپل های یو ایکس توی این محصول رعایت شده و یا چه شکلی میشه این محصول رو بهتر کرد و از چه نظر مشکل داره. سوالا اینطوری ازتون میپرسن. و بعدش هم یه بخش خیلی مهم مصاحبه فنی اینه که پورتفولیوی شما رو باز میکنن و اونجا شما باید بیای توضیح بدی که چه طرحی انجام دادی، بیای از کارات دفاع بکنی و کلا در واقع نشون بدی که مهارتش رو داری که بتونی به عنوان کارآموز اونجا باشی و کار بکنی. اصلا هم استرس نداشته باشی چون کارآموز معلومه داره میره کار یاد بگیره. اصلا لازم نیست که خیلی پرفکت باشید و حالا این ایدئالگراییه مانعتون بشه که جایی واسه کارآموزی اپلای کنید. از این مسئله نترسید و سعی کنید با اعتماد به نفس از کارهایی که انجام دادید و توی پورتفولیوتون گذاشتین دفاع بکنید. فرآیند کارتون رو سعی کنید توضیح بدید. گام دومش هم که مصاحبه منابع انسانی هستش. اونجا میان ازتون یه سری سوال میپرسن که ببینن مدل شما و فرهنگی که شما دارید با فرهنگ اون سازمان یکی هست یا نه. خب حالا سوالایی که از من میشه اینه که خب خودتون رو چه شکلی وارد بازار کار شدی. من سال سوم دانشگاه که بودم کارشناسی وارد یه شرکتی شدم. شرکت استارتاپی بود. اونجا با من نیروی QA شروع به کار کردم. و بعد با راهنمایی و کمکی که از سمت همکارام گرفته بودم فهمیدم که UI UX اون جاییه که من میتونم توش کار کنم و بهش علاقه دارم. یه تایم سلف استادی کردم با بچه‌هایی که اونجا خودشون سابقه کار داشتن، سابقه کار دیزاین داشتن، با اونا صحبت کردم و حالا کار با ابزار و اینا رو بیشتر ازشون یاد گرفتم. بعدش هم یه سری دوره شرکت کردم، مثلا دوره UX کورسرا که برای گوگل هست. اون خیلی خوبه، خیلی دوره خوبیه، خیلی هم روون و راحت صحبت میکنه. اون حالا کسایی که دارم درس میدن اونجا. اینا رو طی کردم و اولین پروژه‌ام رو توی همون شرکت گرفتم که اسم پروژه میروریکس هستش. اگر سرچ کنید توی گوگل براتون میاد. و اینکه بعدش هم حالا پروژه‌های دیگه و جاهای دیگه که رفتم سر کار و کار کردم. اینطوری من وارد بازار کار شدم. ولی خب اگر شما موقعیتشو ندارین که به عنوان حالا هر نیروی توی شرکت استارتاپی کار بکنید، این فرآیندی که واسهتون توضیح دادم میتونه بهترین در واقع حالت باشه و گام‌هایی باشه که باعث میشه شما بتونید وارد بازار کار بشید و کار پیدا بکنید. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. ویدیو رو حتما بفرستید واسه اون کسایی که فکر می‌کنید نیاز دارن بدونن چه شکلی بعد وارد این هیته بشن و براشون جالبه. مرسی که تماشا کردید. اگر دوست داشتید لایک کنید و اگر نظری بود واسم کامنت بذارید. تا ویدیوهای دیگه و هفته دیگه خدافظ.